به نظرت من آدم قدیم؟ آره آدم قدیم. پس میگم مرغا منو میبینم میگم یه صورتی. من یکم میتونم کمتر واسه خودم بریزم. آره به خدا خیلی دیگه مال خودت دیگه، دست خودت. تو اگه اینجوری داشت تا هم با خودت پلپل بخوری. سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. بدون معطلی بریم ویدیو رو شروع کنیم. ویدیو اینجوریه: جوکای شوهرعمه‌ای چند نفر نشستیم با یه مجازات. یکی از تندترین سسایی که میتونستم داخل بازار پیدا کنم و گرفتم. هر کسی بخنده قرار یه قاشق از این بخوره. یه معرفی کنم: محمد، پارسا کوچیکه، پارسا بزرگه. پارسا بزرگه. من اصلا فکر نمی‌کردم الان بخندم. الان خنده قبل جوک مجازات نداره؟ نه دیگه. ما تستیه جوک. بریم. میگه رفتم موس بخرم برای کامپیوترم. یارو گفت کیس خوب نمیخوای؟ گفتم نه مرسی، نامزد دارم. خوب بود. بفرما. بیخود خندیدم. اصلا به قرآن بیخود خندیدم. اولو کم بریز ما هم داغر کم بریم. این با همونو بخندیم؟ آره شما هم خندیم. داشت ببین بخند شما اول بخندیم. چرا سوستون بخوره؟ مجازاته. سلامتی سه کس. رفیق با موس وطن. رو حسابا کردم و مسیح میراه آخره. این دمشی در باز کن و برو بگیر. اینقدر تنده؟ ای من نمیخندم. اینجوریه. من به تندی حساسیت دارم میسم. از الان هر کی بخنده به شما میگم. نمیخوام. تندیشو الان دارم حس میکنم. ببخش من قاشق دهنی نمیخوام. من نمیدونم چرا میدونی تنها کسی که میره سر کار میبینه واقعا واسش ریدن کیه؟ چرا دارم میخندم؟ مسئول آزمایشگاه. چرا دارم میخندم خدا؟ الان باید مجازات چی؟ دوباره مثل اینکه باید مجازات شه. سر جوکی که خودم میگم من بخندم مجازات آره. مجازات میشه. هر کی سر جوک خودش مزاجات میشی. مزاجات داره تصویری میاد. میرسی توی قائم شهر همیشه ذیل مقابل بتره. قائمه دیگه. اینو من فهمیدم. ذیل مقابلش میشه بتر. کاش درس نمیخوندم. به نظرت من آدم قدیم؟ آره. آدم قدیم. پس میگم مرغا منو میبینم میگم خدا رو شکر این هست، یعنی یک ثانیه قبل من میخنده، یک ثانیه اینجای من رد میشه. تو اتوبان بابایی بودم، بابام زنگ زد گفت کجایی؟ گفتم بابایی. گفت جان بابایی. میسم؟ بسم بخندید. من که اون خیلی تنده. میدونی بهترین روش برای کندن آدامس از سر چیه؟ نه؟ سرطان. این خندید. چرا؟ نه قلم رندوم نبرد چیه من باید بیاد مجازات نشد. نیست قهوه وقتش دلش میگیره چی میگه؟ قهوه؟ نه میگه دور مکاپاته. دیگه جوگوی منو خوند. فود فیتیشه وقتی سپایه میبینن حشری میشن. میرسی؟ چون سه تا پایه. من جدا حالا خنده‌دار بود که من چون انقدر سس خوردم خندونم بسته شد. خب بریم اینجا. امیر بگم که میدونی چرا درخت‌ها نمیتونن جوک بگن؟ چون دهن ندارن؟ نه، چون که از درخت‌های بانمک چوبشور درست میکنن. ایول یکی رو در بردی. سری میدونی اگه علیزیا به مالدیو حمله کنه چی میشه؟
چرا؟ نه مالزیا. چرا میشه مالزیا باید میره مالدی حمله کنه آخه. همین. یه روز یه دوغه داشت چرت و پرت میگفت، نوشابه رسید بهش گفت بس کن آب علی. بس کن امیر علی. محمد علی. دیگه همش نه. پارسا میگه پارسا میدونی وقتی که ایست قلبی کرد با چیکار کنی؟ ببرش بیمارستان. باید روش زوم کنی بوم بوم کنه قلبش. دوستش دارم. تضا بود برم. تو اتاقم نشسته بودم، بابام اومد تو. گفت چشات چرا قرمزه؟ گفتم همونجا وایسا، هر وقت سبز شد حرکت کن. بخندین دیگه. بگم با زحمت کشیدم. چرا بالا رو نگم؟ میدونین روحا وقتی تنها میشن چیکار میکنن؟ نه. خود احضاری. دوستش دارم. یارو خواهرش به قتل میرسه، دوستاش صداش میکنن خار کشته. واقعا میخندم. کی اول خندید؟ من اول کی خندید؟ زیاد نه. این خودش اولش خودش انقدر خورد. شوخی. نه بذار تو دهنت بمونه. بذار یکم مزه کن. خیلی تنده. تو چرا اینجور آه کردی؟ یعنی اصلا از اینجا تا پایین ایزوگام هم باشه. چجوری این همش رو خوردی؟ میدونی چرا سیگارا فیلتر داره زیرشون؟ چرا؟ چون فیلتر شکنشون بس نمیشه. قشنگ بود. جدا قشنگ بود. پارسا نه میدونی به شیرینی‌های وحشی چی میگن؟ غندار. زیاد طول نیست. بریم پارسا کوچیکه. جان. یه روز تو فرودگاه بودم، پروازمون تأخیر خورد. خب. به خدمه گفتم واسه چی؟ گفتن کاپیتان نیومده. گفتم خب بازوبند رو بدین یکی دیگه. دوستش دارم امیر بگو. میدونی ورزش مورد علاقه فلش ها چیه؟ نه. فلش؟ آها. نه. گیگ بوکسینگ. به خدا خندیدی. آقا خنده دندون اینجوری خندیدم. خندیدی بابا. آقا بسه جدی خوشمزه است. آقا چی خوشمزه است؟ جدا خوشمزه است. برو. یا خودم میخورم. آقا خودم برو. جوانان یکم از بخوره. یارو چشاش زد بیرون یه خورده. آخ من به تندی حساسم. باش. امیر عباس گلاب وقتی میره قبرستون رو همه قبرها میشاشه. فهمیدم. اصلا قبلش به توضیح میدم. ببین از اونجایی که نماز ستون اسلامه، یه روز اسلام میرسه به نماز میگه چطوری ستونم. توضیحش خیلی خوب بود. توضیح رو نمیداد نمیخندی. آره تو نما توضیح میدادی. دیگه بالاخره خیلی خنگی. سلام. آقا من تموم کردم. به زنبوره میگن شماها راه کندو عسلتون رو چجوری پیدا میکنین؟ میگه ویز. اینجوری میگن ویز. من نمیدونم. چرا آدما میزونن پاهاشون از دست بدن ولی نمیتونن دستاشون از پا بدن؟ شاید بتونه. تو دستت میتونی از پا بدی؟ آره. تو دستت چجوری از پا میدی؟ چون پا نداره. یس. داشت تو پایزا پاست؟ ریدم بالا آورد رو. آقا چجوری میتونید نخندی؟ محمد
جدا دارم میگم. چون اون تنده. حاجی خب برای منم تونده، من خیلی اذیت شدم. بخور من یه همش رو امیر رفت. همه اینا رو امیر پس بگمدی میاره پایین. خیالش همه برگشتی داره. یا میدونی به اکسی که پیر هست چی میگن؟ پیرکس طبیعتاً یاد گرفتیم حاجی. پیرکس نمیگن، میگن پیر. بیکسفیر. خندیدی میاره خوب میاره ولی خندیدی. آقا این نامردی زدش قرار نبودم چی چیزایی بگیم به قرآن من ایده رو کنم به یکی پشت میخندیم شما طبیعتا نه آقا من این قضیه رو قبول ندارم ولی خب اینو میخوری. یه دستمال لطفا میاری. ما میگم واسه من خیلی سواله کسایی که از بانک اسپرم وام میگیرن چجوری قسطشو میدن سر ما ما یه بار میرن بانک میریزن رو میز رئیس. سری از فرصت این قضیه حوال شده بود مگه میشه؟ به نظرم بیشتر از این چیزا در میذاریم نه؟ این 3-4 تا دیگه هم این شکلی در میبونیم پارسا به گوسفند میگم مامان تو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ به نظر چی میگه؟ میگه مامان تو چی میگه؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. کم بریز بین خودشون علامت شد. آقا من هیچی ندارم بعدش بذارم بیا فعلا بیا. نه اصلا میدونم داشتن چیه. میدونین لوازم برقی ها وقتی تنها میشن چیکار میکنن؟ سرچ میکنن سیم لخت ایرانی. جوراب پارازیان. چهره معلوم. تموم شد دیگه. تا آخر فیلم نگفت بلند شو نفهمیدم ایرانی به آلت تناسلی رئیس بانک سپه میگن سپه سالار. نه چون تموم شد. بچه‌ها میذاریم جریمه آخرین خنده. چی هستین؟ فلفل سیاه. هر کی باخت یه قاشق از اینو میخوره. تاش خودت میخوری. من میخندم. من سگ کندر باشم بخندم. به یارو میگن یه جوری به دوستت بگو مادرش مرده که ناراحت نشه، میگن اون شطوری هست که در خونه همه میخوابه دیشب رو مادرت خوابیده. یه روز بابا طاهر اوریان داشته میرفته. بابا طاهر رو ول کن دیگه. نه یه روز بابا طاهر اوریان داشته میرفته یهو وحشی بافقی میپره کونش گاز میگیره. پارسا حضرت هود یه خواهر لخت داشت به اسم حضرت نود. غرور و غیرت و دعای مردمی تو پشت راهتونه با پرچم مقدسی که بر فراز نه دیگه با نون. یا فلفل باید خالی بخوره. آره نیار تو دهنش خورد. بخور آب بخور آقا این که آخر پایان با این بود واقعا خوشحالم. واقعا آره. و من میگم صحبت پایانی رو با دوستان انجام بده. صحبت پایینی میخواد قبل سریع تموم کن که زمین اونجا. آقا خیلی بیا. ممنون که تا الان ویدیو رو تبریک. دیدین. اگه انتقادی بود حتما داخل کامنت ها بهمون بگین، لایک کنین. فقط تنها حمایتی که میتونین ازمون کنین داخل یوتیوب همینه. چش من این خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین.